خیلی مهم و جالب که خیلی هم مطرح میشه، آیا پول خوشبختی میاره؟ اگه بخوایم اینو جوابشو بدیم باید بگیم نه، پول خوشبختی نمیاره. اما این هم باید جواب بدیم، آیا فقر خوشبختی میاره؟ پس در نظر داشته باشید وقتی که این سوال مطرح میشه توش یه مغلطه وجود داره. بله پول خوشبختی نمیاره، اما فقر هم خوشبختی نمیاره به همون صورت. اگه بخوایم اینجوری صحبت بکنیم که فقر قطعا خوشبختی نمیاره. اما اینو در نظر داشته باشید با پول تمام مشکلات زندگی خیلی 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 آسان‌تر میشه. یعنی شما میتونید یه زندگی بهتر داشته باشید، یه کار قشنگتر داشته باشید، یه آرامش بیشتر داشته باشید. حلال مشکلات یه آچاره، یه ابزاره، یه چیزی که دست شماست. بله با پول قطعا نمیشه گفت خوشبخت میشم من، ولی خیلی از مشکلات رو میشه با پول حلش کرد، میشه مشکلات رو برطرف کرد. پس دوچار این سوء تفاهم نشید که پول خوشبختی نمیاره. نه، پول خیلی چیز خوبیه، فوق العاده میتونه به شما کمک بکنه، اما همه چیز نیست. به قول معروف تمام چیزایی که میخواید نباید پول باشه. بله یه جمله دیگه هم هست که میگن خب با پول شما میتونید تخت برای خونتون بخرید، ولی خواب راحت رو نمیتونید داشته باشید، چون خواب راحت اینجاست. یعنی شما باید ذهنتون آروم باشه تا بتونید آرامش رو هنگام خواب تجربه کنید. ولی سرتون رو گذاشتید رو بالش بتونید به راحتی بخوابید. بله با پول آرامش رو نمیشه به خونه آورد، ولی میشه راههایی که برای رسیدن به آرامش شما نیاز دارید رو هموارتر کرد. بله با پول میگن سلامتی قابل خرید و فروش نیست، ولی پول هزینه پزشک رو میشه داد. یعنی سلامتی خریدنی نیست. بله چون ممکنه کسی پولدار باشه و پولش رو تو راه اشتباه خرج بکنه و به جای اینکه بدن سالمتری داشته باشه بدن بیمارتری داشته باشه. این امکانش وجود داره. ولی در مجموع آیا جوامعی که پولدارترن سالمترن، آمار بهداشت بالاتر، آمار بیماری پایین‌تره یا نه؟ یا اون جوامعی که توش آلودگی و فقر و اینا وجود داره؟ بله پس اینجوری مغلطه نکنیم. بله پول بسیار چیز خوبیه، اما همه چیز نیست. باید از پول درست استفاده کرد در راه درستش تا بتونید یه زندگی فوق‌العاده قشنگ رو در کنار عزیزانتون تجربه بکنید و روزهای شاد و سرحالی رو انشالله داشته باشید. بله روزگارتون بکام.